شماره 12. شوالسام. شوالسام به دنبال مادرش لمانسام که یکی از سرسخت‌ترین حامیان حقوق حیوانات و گیاهخواری، تقریباً 20 ساله که رژیم گیاهخواری داره. این مادر و دختر مطلقاً محصولات حیوانی مصرف نمی‌کنن. شوال در این مورد گفته 20 سال پیش با خودم عهد کردم که وسیله‌ای برای ایجاد شکنجه برای موجود زنده دیگری نباشم تا روحم راضی باشه. ظلم به حیوانات وحشتناکه. اونا نه قبول میکنم و نه میپذیرم. شماره 11. سلما ارگچ. سلما ارگچ از جمله کسانیه که از کودکی گامی به سوی گیاهخواری برداشته. اون در این مورد میگه از 9 سالگی با وجود مخالفت‌های خانواده‌ام گیاهخوار شدم و اونام کم کم مجبور شدن اینو قبول کنن. من هرگز گوشت نمیخورم، اما تخم مرغ و پنیر مصرف میکنم. شماره 10. اوزگه اوسپیرینچی. این بازیگر چند سال پیش با دادن آزمایش‌هایی متوجه شد مشکل عدم تحمل گلوتن داره و از اون موقع بود که رژیم غذایی خودش رو کاملاً تغییر داد و علاوه بر حذف گلوتن از رژیم غذاییش، گوشت قرمز و مرغ رو هم از زندگی خودش حذف کرد و گیاهخوار شد. شماره 9. ایرم هلواجیولو. ایرم یه مدل رژیم گیاهخواری به نام رژیم پسکتریان داره که توی اون ماهی و غذاهای دریایی به رژیم گیاهخواری اضافه میشه. اون در این مورد گفته پدر بزرگم کشاورز بود و من با حیوانات بزرگ شدم. من نمیتونم حیواناتی رو که با اونا پیوند دارم بخورم. شماره 8. ازگی آسارولو. ازگی آسارولو چند سالی میشه گیاهخوار شده و دلیل این کارش رو احترام به طبیعت و حیوانات میدونه. اون میگه برای من نه برند، نه چهره تبلیغاتی و نه بسته‌بندی مهم نیستن، بلکه محتوا و دیدگاهی که یه نام تجاری داره مهمه. شماره 7. نسرین جوادزاده. این بازیگر برای تناسب اندام و زیبایی خودش دائما رژیم غذایی خیلی سنگینی رو رعایت میکنه. اون قبلا گیاهخوار بود و رژیم پسکتریان رو دنبال میکرد، اما مدتیه به دلیل عدم دریافت پروتئین کافی رژیم خودش رو با کتوژنیک جایگزین کرده، چون مجبور شده دوباره گوشت بخوره. شماره 6. هازالکایا. هازالکایا یه ماه، اونم به خاطر اضافه وزنش گیاهخوار شد. اون با گرفتن یه نوع رژیم گیاهخواری به نام رژیم ماکروبیوتیک، اونم فقط به مدت 1 ماه 8 کیلو وزن کم کرد. در این رژیم مصرف غذاهای آرددار و همچنین گوشت و لبنیات اکیداً ممنوعه. شماره 5. متین آکدولگر. این بازیگر که مدتیه به گیاهخواری رو آورده در این مورد گفته در دوران شیوع ویروس کرونا به دلیل گیاهخواری زیاد نیازی به بازار رفتن احساس نمی کنم و خودم غذای خودم رو توی خونه طبخ می کنم. شماره 4. ازگی مولا. این بازیگر در سال 2021 در حساب اینستاگرام خودش اعلام کرد که برای سلامتی خودش رژیم غذایی خودش رو تغییر داده و رژیم گیاهخواری رو شروع کرده و به عبارتی انواع گوشت و فرآورده‌های حیوانی رو از زندگی خودش حذف کرده. شماره 3. چالار ارطغرل. همه میدونن که چالار چقدر عاشق حیواناته. اون چند وقت پیش توی حساب اینستاگرام خودش عکسی با یک گاو به اشتراک گذاشت و اعلام کرد سعی داره از خوردن گوشت دست بکشه و کاملاً گیاهخوار بشه. شماره 2. براک توزوناتاج. براک مدتیه که با محصولات حیوانی خداحافظی کرده و رژیم گیاهخواری رو آغاز کرده و همینم باعث شده روز به روز لاغرتر بشه، تا جایی که صدای هواداراش در اومده و از اون خواستن رژیمش رو متوقف کنه. شماره 1.
هانده ارچل. هانده که چند سال پیش اضافه وزن پیدا کرده بود و به شدت هم از اون رنج می برد، برای رهایی از اون رژیم‌های مختلفی رو امتحان کرد که یکی از مؤثرترین های اون یه رژیم غذایی گیاهخواری و بدون گلوتن بود که خیلی زود هم براش نتیجه بخش بود. هانده توی جشن تولد 24 سالگیش هم رژیمش رو نشکست تا جایی که دوستاش براش یه کیک گیاهی بدون گلوتن سفارش دادن. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. بگین ببینم شما تا حالا تجربه رژیم گیاهخواری داشتین یا نه؟ نظراتتون رو برای ما بنویسین و این ویدیو رو لایک کنین و عضویت در کانال ما رو هم فراموش نکنین.